خوش اومدین به چنل من و لوسیفر. من رینگ لایت همو رفتم بعد از سالها پیداش کردم، دارم ازش استفاده میکنم، ذوق دارم. یه دقیقه برق بزنم. تاثیر داره؟ آره خیلی تاثیر داره بچه ها. آره چه راستی ویدیو کیتی رو بریم ببینیم، کشیدمش خیلی بامزه است. مسخره ناشیش ببینیم، خیلی بانمک و مسخره و اکول پکوریه. توضیح هم بدم در مورد کار خودم. بچه ها من هم سیاه قلم رو کار میکنم، هم دیجیتال و اینکه من کار NFT بودم قبلا و NFT من خیلی ها فروش رفت و مثلا حدودا 15 تا کار گذاشتم، فکر میکنم 12 تاش فروش رفت و پیج قبلیمو کلا بستم بخاطر اینکه فعالیتی نمی‌کردم توش و پیج جدید زدم. بچه‌ها پیجم اینجا میذارم، حتما فالو کنین چون خیلی برهوت بنده خدا، هیچکی نیست اونجا. من اصلا از آبرنگ زیاد استفاده نمی‌کنم، چی بشه برم یه گفتم من از آبرنگ استفاده بکنم دیگه. گفتم امروز یه دونه فیلم آبرنگ دیدم چه قشنگ جو منو گرفت. گفت الان یه دونه آبرنگ کشیدم، ولی بچه‌ها من اصلا تو آبرنگ هیچ تخصص ندارم، کلا زیاد رنگی خیلی کم کار میکنم، تازه داره یه ذره دستم راه میفته دیگه. ببینیم آبرنگ رو انجامش بدیم، یه سری نکاتی که خودم حین انجام دادنش فهمیدم و بهتون میگم تا شما هم یاد بگیرین. تصمیم دارم که حالا با پاستل و اینا، چون خیلی دارم رنگ روغن دارم، اکریلیک خیلی زیاد دارم، همه اینا همش رنگه، یعنی اینجا هست چون نقاشیمو 15 سالگی کشیدم. ببینید آره اینا دونه دونه همه رو بهتون نشون میدم. همه اینا سعی میکنم یه چیزایی یاد بگیرم بیام بکشیم با هم دیگه یاد بگیریم اون جلو دیگه. بقیه چجوری یاد گرفتن؟ آدم که نباید همیشه از چیزایی که بلده بذاره، که همه آرتیستام که همون اول حرفه‌ای نبودن تو همین چیزا. مثلا دیجیتال آرتای من اولش قبل از اینکه توش مصنوعی بهت گند بزنن تو دیجیتال خیلی من امانم دستش تو فلفله، من باید جواب بدم، یه دقیقه صبر کنین. 2 hours later. خب برگشتم بچه ها. نیست داشتم چی میگفتم. خلاصه اولین دیجیتال آرت های من اصلا خنده داره، شما وقتی میدیدینش گفتین که اصلا چی کار داری میکنی با خودت، چون ما مثلا هوش مصنوعی این چیزا نبودش که. خلاصه میریم با هم دیگه جلو ببینیم چی میشه، هم شما یاد میگیرین هم من یاد میگیرم. همین که یادت نره چنل منو حتما لایک کنی، کامنت بذاری برام و سابسکرایب هم کنین. مرسی دیگه. بریم شروع کنیم بچه‌ها. من 2 تا آبرنگ دارم، یکیش ناخونا رو تو رو قرآن نگاه شبیه بیل شده بود. الان که دارم روی ویدیو صحبت می‌کنم ناخونم خیلی خوشگله، ناناس شده، این شکلی نیستش بچه‌ها. طرحی که من انتخاب کردم یه چشم ساده بود، اینجا به این نتیجه رسیدم خیلی دارم گوشه میکشمش. چه وضعیه واقعا. دیگه طرح آوردم وسط به خاطر اینکه ابرو جا نمی‌شد اون گوشه. بعد برای چشم کشیدن شما یه بیضی تور بکشین اول که اون ابعاد چشم دستتون بیاد. بعدش هم که میخواین روش خط و خطوط ایجاد کنین حواستون به فاصله بین ابروها و چشم و پلک و اینا همش باشه که خیلی فاصله زیاد یا خیلی کم نباشه. به هیچ عنوان تاکید میکنم، به هیچ عنوان بچه‌ها توی هیچ کاری شما برای طرح اولیتون اصلا مداد اتود هر چی که داری اصلا فشار نده، به خاطر اینکه 1000 تا خط اضافه میشه بعدش و شما باید در نهایت اون خطی که اصلی هستش رو یه مقداری پررنگ تر بکشید. نگاه کنید من الان چقدر خط و خطوط اضافه میکنم. اینا صرفا به خاطر اینه که من میخوام بدونم کجا سایه بزنم، کجا تیره تر باشه، کجا پررنگ تر باشه. مثلا اون خطی که برای میزان فاصله بین پلک و ابرو گذاشتم اینا همه پاک میشه در نهایت. و خیلی ها میان حالا همون اول پررنگ میکشن به حدی که مثلا اون کاغذ اون مقوا فشار داده میشه و شما بعدا با پاک کنم نمیتونین اینا رو پاک کنین، به جام اون ردش میمونه و کارتون رو کاملا خراب میکنه. حتی اگر میخواین هاشور هم بزنین که بدونین کجا رو باید تیره تر کنین، خیلی ملو خیلی روون و گوگولی مگولی باشه که هیچ فشاری روی اون کاغذ و مقواتون نباشه. بچه من طرح رو با پاکن خمیری پاک کردم. اینجا داشتم امتحان میکردم ببینم چجوریه، دیدم دارم گند میزنم، یه مقدار آب اضافه کردم بهش که رقیق تر بشه، دیدم این شکلی راحت تره. بچه من ویدیو آموزشی ندیدم برای آبرنگ، صرفا طبق نظریات خودم و یه ویدیو 20 ثانیه‌ای که دیده بودم از این چشمه
که کجا فقط چه رنگی رو گذاشت دارم میرم جلو و نمیدونم که اصلا دارم چی کار میکنم. خلاصه کسایی که آبرنگ حرفه‌ای کار میکنن حالا بیاین بگین که مثلا خوب بود، ببینین کجاها رو اشتباه رفت، چی کار کنم بهتر میشه. اگه کسی بلده، اگه بلد نیستین که خب با من یاد بگیرین، حالا از هیچی بهتره، حداقل میتونیم یه چشمی بکشیم در نهایت. بچه اونایی که نقاشه هم میدونن که وقتی که میخوای رنگ پوست رو درست کنی، واقعا آبی و قرمز و اینا خیلی کمکت میکنه، به خاطر اینکه یه بافت گرمی به اون پوست میده. هر چقدر که آبی اون پوست بیشتر باشه، به توناژ سردیش خیلی بیشتر میشه. هر چقدر که حالا قرمز بهش اضافه باشه، حالت آجوری اضافه باشه، یا رنگ مثلا گلبهی اضافه باشه، خب اون گرمی پوست بیشتره. الان به خاطر همین من بهش قرمز و آبی و اینا اضافه کردم و اون رنگ اولیه که گذاشتم یه ته رنگی بودش که لازم بود واسه این اطراف چشم که مثلا پوست دور چشم و پوست صورت رو میخواد نشون بده. اینجا هی تلاش میکردم قلممو چیز کنم که خیلی رنگم پررنگ نباشه، چون حس میگم قرمزش خیلی پررنگه، ولی خب دیگه همین رو ادامه دادم، فقط رقیقش کردم و خیلی هم نمیتونستم خیسش کنم چون مقوا میومد بالا، نمیدونم باید چیکار کنم که مقوا خیلی جمع جور نشه و اینجوری نیاد بالا. و اصلا نمیدونم که مقوا مثلا واسه یه آبرنگ مناسب هست یا نه، چون که من با گواش روی این قبلا کار کردم و همینطور با اکریلیک. حالا من اومدم به یه قلمی که خیس بود و تمیز بود این رنگا رو یکم تو هم دیگه فید کردم و تو سعی کردم اون مرزای بینش رو از بین ببرم که زیاد خطی نباشه، یه ذره با هم دیگه مخلوط بشن این رنگا. یه مقداری زرد برداشتم، زرد که نیست البته بچه‌ها، یه مقداری از زرد تیره تره برای حدقه و مردمه که نمیدونم چی حدقه است، مردمه که حالا هرچی دیگه. اضافه اون زردارم آوردم رو چشمه، بعد یه مقدار سبز به دور اون زرده اضافه کردم که چشممون یه مقداری حالت طبیعی تری پیدا کنه. زیر چشم و بالای چشم این دو قسمت رو رنگ آجوری طور زدم، یعنی نه خیلی به قهوه‌ایه نه خیلی قرمزه، فقط اون حالت پختگی اون چشم و رنگ پوست رو بیشتر میکنه. بعد از نازکترین قلمم استفاده کردم برای قسمت های مشکی که این قلمم تازه خریده بودم، خیلی ذوق داشتم بخاطر اینکه قلم قبلیم خراب شد و پدرم داشت در میومد باهاش. اما بچه ها اینجا من داشتم نگاه میکردم که اون خانومه که داشت انجام میداد خیلی خوب طبیعی ترین قسمت ها در بود، که البته خب به خاطر تجربه است و اینکه اونا حتما دوره دیدن، کلی تمرین داشتن و این اولین کاریه که من دارم انجام میدم و یه مقداری دارم سعی میکنم که شبیه به اون عکسی بشه که دیدم. اینجا بازم تلاش کردم که رنگم یکم رقیق کنم، بخاطر اینکه خیلی پررنگ بود و با یه مقداری از سبزه برداشتم، یه حالت سایه موژم روی اون چشم ایجاد کردم که انگار مثلا خیلی طبیعی تره. بعد اینجا دوتا رنگ رو ترکیب کردم که خیلی قرمز نباشه خیلی هم قهوه‌ای نباشه، یه مابین باشه که بزنم روی اون پوسته، یعنی هی لایه لایه باید شما صبر کنی خشک بشه و بعدش دوباره رنگ جدید بذاری. یه سری تکنیک هم هستش که خیس ترخیصه، اونا رو من فقط دیدم بچه، تا حالا اجرا نکردم ببینم چه شکلیه، چون که اونا هم خیلی چیز خفنیه، خیلی باحاله. بعد همینجوری اینجا من داشتم سعی میکردم که باز دوباره با یه قلمویی که تمیزه و یه مقداری خیسه این رنگا رو با هم دیگه یه مقداری ترکیب کنم که خیلی مرز نداشته باشه. حالا نمیدونم بقیه کسایی که آبرنگ کار میکنن به صورت حرفه‌ای برای این قسمت چی کار میکنم، من از خلاقیتم اینجا سپرده بودم و دست سرنوشت داشتم سعی میکردم هر چیزی که به ذهنم میاد فکر میکنم برای این کار اوکیه رو انجام بدم. بدم نبود بچه ها، نتیجه داد. اگه بلد نیستین همین روند منو برین جلو، در نهایت بد نمیشه. بعد از اینکه این حرکت رو زدم و اینا خیلی قشنگ با هم دیگه محو شدن رفتن تو هم دیگه، میری عقب نگاه میکنی از دور ببینی خب از دور چه شکلیه. الان این حرکت نمیدونم چی بود، چرا اصلا همچین حرکتی زدم، با دست زدم بعد زدم به بالاش هم کثیف شد، دستم هم رنگی شد. خلاصه صبور باشین توی آبرنگ بچه‌ها، باید خیلی صبر کنین که رنگ خشک بشه و لایه لایه رنگا رو بیارین رو هم دیگه. این نکتهش خیلی مهمه. من بعد از اینکه اینجا دستم رنگی بود زدم دنبال اینو، فهمیدم که با این کارا نمیتونی یه کاری کنی سریعتر خشک بشه. اینجا یه ذره دیگه پختگی چشممون بیشتر شد، داره میزنه بیرون.
بعد داره خودش رو نشون میده. سعی کردم یه مقداری اون خطای پلک و مثلا اینا رو و چین و چروک‌ها یه مقداری روشن‌ترش تیره ترش کنم که بیشتر به چشم بیاد. اینجا اومدم قرمز بردارم که چون مشکی بود قلمم تبدیل به زرشکی شد، ولی حالا اشکال نداره. گوشه داخلی و خارجی چشم یه مقداری از این رنگ زدم و یه مقداری هم زیر چشم که مثلا اون مرزا رو نشون بده دیگه، هم روی پلک و هم دیگه اون چی میگن واسه الان میگم آن گوشه خارجی چشم رو دوباره انجام دادم. خیلی مهمه که بچه این خطایی که میذاری نازک باشه، ترتمیز باشه، خیلی کثیف کاری نکنین. برای گوشه داخلی چشمم که خب از همه رنگ دوباره استفاده کردم و آوردم توی چشم که یه مقداری انگار مثلا قرمزی چشم هستش که حالا تو چشم خودم که نگاه میکنم که صورتی طور حالا نمیدونم، ولی این چون نقاشی آبرنگی هم هست شما میتونید از این رنگ استفاده کنین دیگه. حقیقتا من دیگه از الان به بعد حرفم تموم شد، یه مقداری دلم میخواد سکوت کنم اما صدای خود نقاشی رو نمیتونم براتون بذارم و همین دلیل برای اینکه حوصلتون سر نره به صحبتم ادامه میدم. بچه‌ها دیگه همینجوری رنگا رو میذارین رو هم دیگه، میرین جلو. بعد میرسیم به قسمت موجه. بچه اینجا دیگه حرف دارم بزنم. ببینید من اول اومدم یه رنگ یعنی لالتون ندارم از یه رنگ کم رنگ تر استفاده کردم که خیلی یعنی مشکی نباشه، حالت قهوه‌ای استفاده کردم و این که ببینید من میذارم قلم و ول میکنم، یعنی به صورت خطی این کار انجام دادم. بعدش من مشکی زدم ولی بچه‌ها یه ذره بعدش پشیمون شدم، انگار که نقاشی از اون حالت قشنگ بودنش در اومد، یعنی خیلی حالت آبرنگ انگار نداره وقتی دیگه با موژه مشکی اومدم انجامش دادم. خلاصه دیگه رو همونا تقریبا این ور اونورش با مشکی هم اومدم دوباره موژه کشیدم که تکمیل بشه. برای ابرو هم به همون شکل بچه‌ها، فقط توی حالت‌های مختلف ابرو، یعنی بعضیش رو به پایینه بعضیش رو به بالا، این شکلیه. و بعد در نهایت با سفید اومدم رو موژه و یه سری جا اومدم یه روشنایی گذاشتم که هم انگار نور خورده هم یه ذره کارمون مثلا خوشگل‌تر و طبیعی‌تر و اینا بشه. اینا رو توی ابرو هم گذاشتمش. بچه‌ها اینم از رخ نهایی کار. به نظر خودم برای اولین تجربه خوب بود، بد نبود دیگه. امضا هم که نمیشه نزد نیگولیو و بنویسم اینجا حتما. و اینکه به نظر من برای اولین کار آبرنگم بد نیست. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودیم. ماچ بد.